سلام دوستای عزیزم، امید خوب باشین، جور باشین، در هر جای دنیا هستین خوش باشین. بازم ما رو یک کلمه یک ویدیو جور دادم که امروز نه ویدیو از ما بریانی است. اولا بریانی که ما جور دادم رسیپیش فول الگ است از دیگه بریانی ها. اگر تا آخر از ویدیو رو جور کردین حتما جور کنین، خیلی خوب شما. بازم شما خواهش می‌کنم که ویدیو رو تا آخر توخ کنین. اگر خوش اومد تا آخر کار خود دوستای شیر کنین. کسایی که چینل من آواز توارم خوش آمدید میگیم. کسایی که از گاه توغمون از وقت تشکری منم. شما خواهش می‌کنم که تا آخر از ویدیو رو باشین که جور کردم خیلی خوب شم دادک. رسیپیش الگ است از دیگه بریانی. در اینجا یک کیلو سینه مرغ است که کل رزه قیله کدام چرگوشه بس ایم یک قاشق سیر بود رنده، یک قاشق ادرک رنده شده. بس ایم بلگی کری است که فول میده قیله کدام. بس دیگه ایم آبی لیمون بوده، یک قاشق زیره پودر، یک قاشق دانه پودر. بس دیگه نمک مقدار ضرورت، البته نمک گوشت خیلی کم انداز منی. بس ایم مرغ سرخ است که مرغ سرخ کم زیاد منم خیلی خوشمزه مونه. رنگم برمونه. بس ایم یک قاشق روغن بلش انداز کدم. ما میگم 2 قاشق کارنفلور انداز دم. اگر شما خواستش یک قاشق کارنفلور، یک قاشق آرد میده انداز کنین. بس ما 2 قاشق کارنفلور انداز منم. یار خوب سه میگم گرد منم تقریبا خوب امی مساله زخرزی گوشت گرد شونه. گوشت را قسمی کوش مونن زیاد رزه منه، زیاد کلان نمونیه. بس ما ایر میگم تقریبا 15 الی 20 دقیقه دانش را بند کده یک طرف میلو. بس 15 دقیقه تیر شده که ما گرفتم در اینجی روغن چیز زیاد نیه، روغن چی کم است سرخ خودم. بس ایره در بین فری پان می تر 2 دفعه 2 فری پان میشه که ایره میگم سرخ مونم. قسمی کوش مونن آتش دیگه در میان است. بس می تر سرخ کده مورم که خوب سه کلر برکنه تروش مونن خیلی خوش رنگ شده. تقریبا گوشتم پخته شده دیگه. بس وقتی گوشت پخته شد ما میگم از بین روغن ایره الک کده برمونم. بس ای دیگهش بوده که ایش را من دست کدوم بین روغن میلوم. بس در این طرف خیلی کم روغن انداز کدوم. پیاش را خیلی ریزه قیله کده دوم. میخوایم لواب بلدیزی گوشت جور کنم، بلدی بریانی میخوایم لواب جور کنم. خیلی الک بریانی است که جور کنن خیلی خوب شما. بازم یک قاشق سیر است، البته قاشق کلان بوده. یک قاشق ادرک است که ما را بین زی پیاز سرخ منم. بس ای گوشت دیگرم که بیشتدم بین فری پان نوش منن خیلی خوش رنگ شده. ایرام میگم از بین روغن الک منم بله دیگهش انداز منم. مرغ سرخ است وش منن، یک قاشق مرغ سرخ بوده. مرغ سرخ از خاطر رنگ شده دیگه. بس ایم دانه پودر است. بس ایم خیلی کم زرچوبه است، نیم قاشق زرچوبه انداز کدم. برگ کری است که برگ کری ایره خوشبوی مونه زیاد تبویش کمک مونه دیگه. 5 دانه مرغ است که انداز کدم. بس ایشم یک قاشق مرغ سیاه بوده. تقریبا یک پیاله آب ما میگم بلیزی انداز منم. ایره میتر میلم که جوش بخوره. هم کم ذره پیاش آوشونه، کم مسالهش قد زی جوش بخوره. بس اینجی یک کپ ماس است دیگه. بلیش یک قاشق نمک انداز منم. خوب سه شور میدیم که گرد شونه. بس وقتی گرد شد ما میگم میره بلیم زی انداز منم. چون تماتر استفاده نمونم، ماس استفاده کدم. خیلی تقریبا بریانیش خیلی چینج از دیگه بریانی است. بس در اینجی هم زیره پودر بوده که ما گرفتم انداز کدم. زیره پودرش از اول انداز نکدم، یال انداز منم. او تروش منن کلر کده رنگ بور کده. بس گوشت را بلیش انداز منم دیگه. آتش را خیلی کم منم تا گوشت خود افت کنه. میلوم یک طرفه. بس در طرف او بلده چاولش دم که بازم بلگی کری پورته کدم دیگه. گرم مساله پورته کدم. بس یک قاشق نمک انداز منم بلیزی او. یک قاشق نمک انداز منم دیگه. یک قاشق سیر انداز منم. زیر میلم کم جوش بخوره. بعد از او بس چاول را 2 ساعت پیشتر که اشتم چاول را انداز منم.
بس تقریبا 10 دقیقه چاول را ما جوش دادم. بله چاول از ما دیگه تیار شده. در این طرف این پیاز است که ما الگ زرد کدام از خاطر که پیاز خوش در بریانی کم پیاز زیادتر استفاده می ټماټر استفاده نمی. از ما 10 دقیقه چاول را جوش دادم. بعد از 10 دقیقه چاول را زیاد نرم نکردم. چاول کم مغز داره که اینجا انداز کردم. امی پیاز را که الگ سرخ دادم باز میگم کم بلیزی تیت منم. بلیزی چاول تیت منم. گوشت زیرش است مثلا لواب شی بازیش مثلا از دیگه این رنگ دیگ بوده که ازیم کم تر دادم بلیش انداز منم. از ما ایره پورا 45 دقیقه بخار میدیم. بعد از 45 دقیقه دانش را واز منم که خیلی خوشبوی خوبشم داده. دوستای عزیزم جور کنین خیلی خوب شما حتما ترای کنین. امو ترکیوش منن خیلی خوب شی خوش رنگم ده. بس چاول را زیاد آجوش نگدم کم مخصوص دادم. آله خیلی خوب رقم تیار شده دیگه. واقعی بلده مهمانی بلده یگان پاچه خیلی خوب شسته. هم خوش رنگ است هم خوش مزه. بس خیلی کم گشنیز بوده که ما کمک گشنیزم گرفتم بلیزی تید منم از خاطر دکریشنش دیگه. گوش منین خیلی خوب سه بریانی است. گوشت هم فل نرم است. گوشت خیلی نرم پخته شده. باز دوستای عزیزم دیگه جایشون خالی. ما ایره میگم بلده چاش تایم است. یک دو مهمانم داشته که ما جور کردم. شیومونی قچکم رایتا هم جور کرده. بس دیگه حتما تا آخر را خدا کنه که تو خودشین اگر تو خودشین جور کنین بس خود دوستای خم شریک کنین دیگه. تشکر است تمامی شمونم که تا آخر از این ویدیو را قدس ما بودین. اگر خوش شما داده که حتما در کامنت ما را بگین. اگر روز بلدشم روز خوش. اگر شاوشم خوش. خدا حافظ تا ویدیو دیگه از ما را دوستای خوب نازنینم حتما